من باید گودکیم ده یادم رسید برم کپام چطه کنم صندوق بگیرم بکشم صندوق من با کلید چی میگویی تو؟ هیچی نه پروست تک شدم. بیا تو را برده نکو بیا بشی خالا ایچی موسر کد موسا؟ شما در فقط جیاب موسرن این صندوق من تمام زندگیم همون داده خالا در روی چیزی باشه همش رنگ صندوق پوسیدگی هن. تو خودت پوسیدگیه دراوردمت خپیدن بشین چند خوک شده کدومش بود؟ اگه دو خدمم اومده شما به عقل بوده نخواهم قاموس را در روی صندوق محکم کنه. شما این قدر چیزا را نمیدونید این ساعت 20 سال من به دار میکرده خوابم حالم کار داره هازی خاله در عصر 21 همه تلفن ها بیدار میکنند. این ساعت در کی در کاره؟ در تلفن شما سر من کار نمیکنه من در یوشیم انم خیلی خوشبو بودم نکم رنگ تجوگی هایم خشروی خاله من رنگی تو بودم من توی رچگاه را در دست میکردم گاه میجوشیدم تپک میکردم رنگی تخولنه آخی در اینجا گاه نیست چی را میجوشی؟ چی تپک میکنی؟ ها ای روزی که تو آمدی گاه ای گشنه و تشنگیرم مرد در همی خانه گمرخ دارم 10 بار میری خبرش میگیری نکم دونه نمیتیش بو آتر کجا نگو بکنی اون مرغ خودش دانه شمی و میخره سر تا ویرون نک برای مرغ انایش خاله ای اصری 21 که انایش نوی که تو سر ما ویرون نکنی ان میره بکن سرم سوز میشه انای خودت میدونی چه وینتراتر که ما پختم چیندم گرم بود هوا شمال ندادم خدمت بعد با خونت میشتم با پختم چیندم از اینه که این بدتری ندارم کمپیر بالا ایش چی ای با؟ امیره ای مسکوه مسافر رایم کد تو گفتی شکستش ای نرسین کارش رو هی هیچ خیلی نسیم کرد اینا میگیری پلمگنی میبندی این ماشین چرا چیکار میکنین با؟
مگه ازبکستان آوردم رهایی شد او برای نظر من این دوخی شنل خاله گفته ایدوخی شنرت بزنیم؟ اینا هیچ کار نمیشه با اینا خودم نشبگم با ترمتون ای یا همش مصر بده اسکخته انا یا شموسم خاله جان ایاشته که مصر نیستن کلین تو بالا ای پلوی پنسیوم حج میرم خبره که پای کرچه توبه برای دو پلیمه شما شیخ زده کاش که نشانش نمیدادم اکشاو خو نمیبرم کمپیر بالا میگه پول ندارم با پول عثمانه یورو داشته